درود و رحمت و امید شادابی، سلامتی و کامیابیتان لحظه های آرام، قشنگ، نیکو و سرشار از عشق و برکت را برای شما خواهان هستم. انشالله که تر و تازه و شاد و سرحال باشین. در این نوبت مشخصاً در باب حقیقت انسان صحبت خواهیم داشت. این که اساساً جوهر و گوهر آدمی در چیست. اما پیش از آن طبق معمول بعد پرسش که از جمله پرسش‌هایی که مطرح کردین پاسخ میگیم. پرسش اول این هست که دوستان پرسیدن آیا امکان داره که یک قلب مرده دوباره زنده شود و به حالت سلامت و صحت معنوی برگشت بکنه؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که بله. انشالله صحبت‌های در باب سلامت قلب یا دل در برنامه‌های بعدی خواهیم داشت، ولی در این نقطه زمانی یه مقدر بفهمین که بله امکانش هست، ولی معجزه نیاز هست. معجزه از محبت مسها زرین شود. میبینین دیگه مثل تو امکان داره که زرین شود. خب معجزه اتفاق میفته که مس زرین میشه. از محبت دردها شافی شود. از محبت مرده زنده میکنن. مرده را هم زنده میکنه. این محبت باید معجزه اتفاق بیفته، نظر و رحمت حق شامل حال اون دارنده قلب مرده شود تا دوباره قلبش به سلامت و صحت معنوی برگشت بکنه، زنده شود. معجزه نیاز است. در غیر از او بسیار دشوار هست. بسیار. سوال دوم این هست که دوستان پرسیدن، شما دوستان پرسیدین که شما گفتین قلب هم میتونه فهم بکنه. میشه این نکته را برای ما کمی روشن و شفاف کنین که چطور ممکن هست که قلب هم بتونه بفهمه؟ ببینین ما در جهان دو نوع فهم داریم. یک نوع فهم عقلانی است، فهم منطقی است. فهمی است که از طریق متدهای عقلانی، قاعده‌های عقلانی میتوان آن را فهمید، شناخت. مثلا به شما اعداد را میتن بگیرید این را تقسیم و ضرب و جمع و منفی کنید. یک قاعده های وجود داره، فرمول های منطقی وجود داره. شما این را میگیرین و در اون فرمول ها مندازین و حلش میکنید. همینطور فرمول های منطقی دیگری هست. از اون طریق میشه اموری را شناخت، ولی همه امور را نمیتوان فقط با عقل درک کرد. فهم عقل از جنس دانش هست، از جنس معلومات هست، از جنس شناخت های منطقی است، شناخت های موزون هست، شناخت های ریاضیکی است، شناخت های تجربی است. ولی فهم دل از جنس تماس است، از جنس تماس. مثلا شما میخواین یک فرد را بشناسین که چه قسم انسان هست. خب اگر سوالاتی کنین از او، جوابهایی بگیرین، خب ممکن به طور درستش نشناسین، ولی همین که با او در تماس باشین آرام آرام اون را میشناسید. شما با او تماس دارین، از او سوال نمی کنین، فقط با او تماس دارین. از این روز که از طریق تماس فهم معنوی، فهم قلبی، فهم روحانی صورت میگیره. چرا میگن مثلا در دین که شما با خدا در ارتباط باشین، در تماس باشین؟ به خاطر اینکه خدا رو تو بشناسی. تماس بنده با خدا به خاطر نیاز خدا نیست، به خاطر معرفت معنوی، معرفت قلبی بنده از خداست. اینکه انسان خدا را بیشتر بشناسه، نه با عقلش. با عقلش که نمیتونه دیگه، حتی نمیتونه ثبوتش کنه با عقل. نمیتونه با عقلش ثبوتش کنه و نمیتونه با عقلش ردش کنه خدا را. با عقلش که نمیتونه، ولی میتونه با دلش بشناسه. البته منظور من این نیست که بخوایم عقل تخفیف بتم. عقلم جایگاه خاص خودش داره و نباید نادیده گرفت.
اما آنچه که عقل نمیتونه بفهمه دل میتونه بفهمه و فهم دل از جنس تماس است، از جنس بودن هست، از جنس چشیدن هست. دل وقتی میفهمه که بچشه. این فهم معنوی است دیگه، فهم منطقی و عقلانی و قاعدتی نیست، قانونی نیست. فهم معنوی است، فهم قلبی است که از طریق تماس، از طریق چشیدن، از طریق بودن میشه حاصلش کرد. و یک تفاوت دیگری که فهم عقلانی و فهم قلبی دارن این هست که در فهم عقلانی زمان زیاد نیاز هست، باید میتودها را، قاعده ها را درست بپیمایی تا به یک شناخت برسی. ولی در فهم قلبی این قاعده و گپا نداره، فقط از طریق تماس با سرعت زیاد میتونی فهم بکنی. مثلا یک وقتی شده شاید در شما اتفاق افتاده باشه که یک انسان نزدیکتان بیاید، نو آشنا میشین، در دلتون یک حس عمیقی میاد که این انسان خوبی هست، اما از لحاظ عقلانی فکری تا حال به او معرفت حاصل نکردین. وقتی بعدها با او میشینین، میخیزین، صحبت میکنین، بعدها براتون واضح تر میشه که واقعا این انسان خوبی بوده. ببینین که دلتون پیش قدمی کرده در فهم، دلتون پیش قدمی کرده. یا گاهی وقتها اتفاق میفته که میخواین با یک کسی آشنا شوین یا کسی میخواد با شما آشنا شوه، ولی وقت نزدیکش میشین ازشان بدتون میاد. یعنی احساس میکنین عمیق، دلتون براتون میگه که چندان آدمی نیست. بازم از طریق فکرتون میگین بیاین قضاوت نمیکنیم، باش میبینیمش. وقتی با او یک چند وقت میشینی، میخیزی، پسان میفهمی که واقعا یه آدم بدی بوده. یعنی همواره دل پیش قدم هست، دل سریع و فست میتونه بفهمه، تشخیص کنه. دل که پاک باشه، دل هر قدر که پاک باشه اما قدر میتونه بهتر حقایق این عالم را بشناسه و تشخیص بده. اما هر قدر که دل مردار باشه، ناسالم باشه، اما قدر فهمش کند هست. هوس مثلا بجای عشق میگیره یا عشق بجای هوس میگیره، دروغ حقیقت میپنداره، حقیقت دروغ میپنداره. یعنی منظور ما این است که هر دلی هم دیگه نمیتونه واقعیت ها را بفهمه، حقیقت ها را بفهمه. فقط دل میتونه به طور روشن و شفاف حقیقت های را درک بکنه، حقیقت هایی که فرا عقل هستند، به طور سریع که پاک باشه، منزه باشه، پالوده باشه. به هر حال این بود پاسخی که در رابطه به سوال شما خواستم اجمالاً عرض کنم. حالا اجازه بدین بیایم سر اصل مطلب خود، حقیقت انسان. هنگامی که ما حقیقت انسان میگیم به این معناست که یک دروغی هم هست. مثلا یک کسی که میگه سفید یعنی سیاه هم هست، یک کسی که میگه روشنی یعنی تاریکی هم هست که روشنی معنا پیدا میکنه. چرا باید روشنی بگویم؟ یعنی تاریکی هم هست، یعنی از طریق ضدش میشه روشنی را شناخت. خب تاریکی نباشه من روشنی را از کجا بشناسم؟ اگر شب نباشه من روز از چه قسمی بشناسم؟ از کجا باید بشناسم روز را که روز چیست شب چیست؟ خب شب میاد روز معنا میده و روز میاد شب معنا میده. یعنی در باب حقیقت انسان وقتی من از حقیقت انسان صحبت میکنم یا هر کسی که میگه حقیقت انسان، یعنی این که دروغ انسان هم وجود داره. چیزهای در جان انسان هست که اونا حقیقت در جان انسان نداره، به طور موقتی هستن، کاذب هستن، خود ساخته هستن، دیگر ساخته هستن. یعنی ما هم حقیقت داریم و هم دروغ. برای بهتر شناخت حقیقت انسان بیاین اول دروغ انسان را بشناسیم که چه چیزها ممکن هست دروغ انسان را شکل بدن و هویت کاذب آدمی شوند و انسان فکر کنه که هموست. در زبان روانشناسی ما یکی من داریم و یکی من برتر. در زبان عرفانی ما یکی من الهی داریم و یکی من کاذب. و در ادیان هم یکی حقیقت داریم و دوم هم دروغ. اینها همه یک معنا را میتن. یعنی اگر روانشناسی هم میگه منظورش همون یک گپ است، اگر عرفان هم میگه، اگر همینطور دین هم میگه و مکاتب مختلف فلسفی عرفانی دیگر هم
به نوبه خود اسمهای مختلف میگذارن روی این دو ضدیت. ولی شما بفهمین که همه اسمها یک معنا را میده، حقیقت و دروغ. در این فرصت محدودی که داریم اجازه بدین که دو شکلی که ممکن هست انسان با او هویت بگیره و گمان بورزه که شخصیتش، حقیقتش همون هاست را اینجا توضیح بدم. شکل اول هویت است. هویت یعنی چی؟ آنچه که خانواده یک شخص، جامعه یک شخص، تحصیلات یک شخص، شغل یک شخص به او میبخشه، اون را حقیقت خود پنداشتن هست. یعنی انسان با چیزهای خود را اشتباه میگیره که نیست. مثلا فکر میکنه اسمش هست، مثلا نامش احمد است، خب گمان میکنه خب من احمد هستم، گمان میکنه اسمش هست. و بعضی همونطور گمان میکنه که نظرات خودش هست و یا نظرات دیگران. بعضی اشخاص گمان میکنن که شهرتشان هستن، اونا از طریق شهرت خودشان را میشناسن. وقتی میگی شما کی هستین، میگم من فلان 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 آدم هستم. وصفهایی به خودش میده که حقیقتی در جانش نداره. یا گاهی وقتا شغلشان، مردم میبینید شغلشان هویتشان میشه و هویتشان حقیقت جانشان، در حالی که نیست. یا گاهی وقتا تحصیلات، مدرک تحصیلی، یک نفر میگه تو کی هستی، میگه من دکتر هستم. خب این دکتر درست است که دکتر هستی، خب دکترا مربوط تحصیلات تو میشه. تو کی هستی؟ میگه من دکتر هستم. یعنی چی؟ اونا با مدرک تحصیلیشان خودشان اشتباه گرفتن و هر وقتی که بخواین خودشان معرفی کنن با یک هویت کاذب و یک امری که حقیقت در جانشان ندارن معرفی میکنن. یا گاهی وقتا مقامات اجتماعی، مثلا مال هستم، من قاضی هستم، من دکتر هستم، من استاد هستم. ما یک وقتی که یک نفر سخن میگفتیم، من امروز صحبت کردم، وقتی گفت که تو من نمیشناسی کی هستم، گفتم میشناسم. گفت چطور کی هستم؟ تو یک آدم هستی، یک آدم، یک انسان. اینا صدا کرد که نه تو مرا نشناختی، من فلان رئیس هستم. مرا خنده گرفت. گفتم خب هر چی که هستی اون مربوط زندگی اجتماعیت میشه، ولی فعلا برای من یک آدم هستی. از این که در مقام بالا دیگه در کجا پیدا میشه؟ از انسانیت کرده، از انسان بودن کرده. اندید و خواست که توضیح بده، واضح کنه. باز ما دیگه چیزی نگفتیمش و همین تجربه بارها با انسان‌های دیگه هم رخ میده و رخ داده. وقتی ازشون پرسان میکنی که ما کی هستین، میگم من فلانی هستم، تو مرا نمیشناسی، در حالی که اون هر چی هستی به خودت هستی. خب اگر مقامات اجتماعی داری به خودت داری، ولی پیش من یک آدم هستی. ممکن به شما اتفاق افتاده باشه، مردم گفته باشه که مرا نمیشناسی. جالب است. بوی وقتی که خب معرفی خودت باز میگه که من فلانی هستم، رئیس هستم، مثلا اینجا کار میکنم، اینطور است. مقامات اجتماعیشون خودشان شد، شهرتشون خودشان شده، تحصیلاتشون خودشان شده، شغلشون خودشان شده، نظرات دیگران خودشان شده. خب یک نفر نظر داد که این انسان خیلی خوبی هست، انسان بسیار ثروتمند است، انسان بسیار با انفاق هست، انسان خیلی خاص. خب نظر نفر گرفته همیشه مثل یک عکس با خودش حمل میکنه. خب مرا فلانی گفته اینطور هستم، پس اینطور هستم دیگه. خب او بیا رو فلانی گفته ولت که تو اینطور هستی، خب تو اینطور نیستی. او برداشت خود را کرده. شاید اصلا او درباره خود گفته، نه درباره تو. تو از کجا میدونی که اینها هستی؟ گاهی وقتا نظرات کاذب خودش، کلان هستم من، کلان قوم هستم من، اینطور هستم، پیش خود میسازن. این شکل اول خود کاذب هست که انسان خودش را با امور اشتباه بگیره که جامعه، خانواده خودش در اجتماع ساخته. ممکن اسمش باشه، ممکن شغلش باشه، مدرک تحصیلیش باشه، مقام اجتماعیش باشه، نظرات دیگران باشه، نظرات خود ساخته خودش باشه. ممکن تخلص خودش از خودش بپنداره. چون من صدیقی تخلص میکنم، من صدیق هستم. خب تو از کجا معلوم که صدیق هستی؟ چون من مسلم تخلص میکنم، من مسلم هستم. اینطور که نمیشه دیگه. آدم با چیزهای خودش اشتباه بگیره که نیست. خب اونا امکاناتی هستن در دسترس تو، اونا هستن ولی در جامعه برای تو هستن، حقیقت وجود تو نیستن. ما به حقیقت چی میگیم؟ که هیچ وقت نابود نشه. حقیقت چیزی است که نابود شدنی باشه. ببخشید، نابود شدنی نباشه، فنا نپذیره.
ناپایدار نباشه، او حقیقت هست. حقیقتی نیست که چند روز هست چند روز بعد باز نیست، چند روز می باشه چند روز نیست. ناپایدار باشه، او حقیقت نیست. در بادی امر ممکن این موضوع قدری جالب به نظر برسه و واقعا هم جالب هست. مردم با چیزهای خودشون اشتباه میگیرن که نیستن. این یک شکل خود کاذب هست. شکل دوم خود کاذب این هست که انسان خودش را با افکارش، با اندیشه هایش، با احساساتش، با رفتارش اشتباه بگیره. فرض کنه که همین افکار خودش هست، همین احساسات خودش هست، همین رفتار گفتار خودش هست، در حالی که اینا وسیله هستن، اینا که حقیقتی در جان آدمی ندارن. تو نه گفتارت هستی، نه افکارت هستی، نه آرزوهایت هستی، نه خواسته هایت هستی. تو اینها نیستی. اینها وسایل هستن، ابزارها هستن، امکانات هستن برای تو. اینا چیزهایی هستن که به تو امانت داده شده. وقتی دوباره از این دنیا بیری گرفته میشه. شما فرض کنین مثلا در خواب، خب آیا در خواب وقتی که شما میخوابین آیا فکری هست؟ نیست. شهرتی هست؟ نیست. همه چیز گم میشه. دارایی همه چیز ظاهر ندارتان در خواب گم میشه. 5 انسانی که خواب هستن یکسان هستن. خب ممکن یکیش پیسه دار باشه، یکیش فقیر باشه، یکیش باسواد باشه، یکیش بیسواد باشه، اما نباید خود را با چیزهای اشتباه گرفت که نیستی. شکل دومش همین است که گفتم. انسان خودش را با دانش‌های خودش، با افکار خودش، احساسات خودش، خیالات خودش، تصویر پردازی‌های خودش اشتباه می‌گیره. اینم شکل دومی که خود کاذب انسان را می‌سازه. خلاصه کلام این که تو اسمت نیستی، شهرتت نیستی، مقام اجتماعیت نیستی، شغلت نیستی، مدرک تحصیلیت نیستی، نظرات دیگران نیستی، نظرات خودساخته خودت نیستی، افکارت نیستی، دانش‌های خودت نیستی. اینا دانش‌های تو هستن، خودت نیستن. احساسات خودت نیستی، گفتار خودت نیستی. اینا همه دروغ‌های تو را شکل میتن. من کاذب تو را میسازن. خب حالا سوال خلق میشه، خب پس من چی هستم؟ من کی هستم؟ ببین، آنچه که این فرمول رو یاد داشته باشین، آنچه که ناپایدار هست، موقتی هست، زود گذر هست، حقیقت نداره. نه در جان تو حقیقت داره، نه در غیر جان تو. اموری که مرگ میتونه اونا رو از پیشت بگیرن، دروغ های تو هستن. مثلا مرگ چه چیز ازت میگیره؟ شهرتت هم میگیره دیگه. تو سالها زدی یک عمر که شهرت کمایی کنی، وقتی که میمیری دیگه متوفا میشی، خلاص دیگه شهرت هم میگیره. خب شاید با چند سال نامت سر زبانا باشه، ولی دیگه چند سال که گذشت دیگه قرای کده فراموش میشی. شغلت میره دیگه، وقتی بمیری شغل نیست. اسمت میره، بدنت میره، بدنت هم خودت نیستی. تحصیلاتت میره، همه چیز نابود میشه وقتی که مرگ به سراغ تو آمد. جز کیفیات اعمالت، جز ایمانت، دیگه همه چیز نابود میشه. همه چیز نابود میکنه مرگ. ثروت ازت میگیره، فرزند ازت میگیره، خانواده ازت میگیره، بدن ازت میگیره، مال ازت میگیره، دارایی ازت میگیره، افکار ازت میگیره، دانش‌های ازت میگیره، مدرک تحصیلی ازت میگیره، همه چیز فقط خاکت میکنه. بدنت هم ازت میگیره، خاک میکنه. پس هر آن چی که ناپایدار هست، موقتی هست، زودگذر هست، کاذب است، دروغ است، سایه هست و حقیقت نداره. اما برعکس، اگر چیزی از تو نتونه مرگ بگیره، او حقیقت است. روح تو رو نمیتونه مرگ بگیره.
میتونه بگیره؟ نه خیر. بدن تو را میتونه مرگ بگیره، افکار تو را میتونه مرگ بگیره، شهرت، تحصیلات، اینا میتونه مرگ بگیره، ولی روح تو را مرگ نمیتونه نابود کنه. در قرآن هم هست کل نفس ذائقة الموت، فقط نفس ها همه میمیرن. ببینید نفس میمیرن. نفس یعنی چی؟ بدنت، ذهنت، اینا میمیرن. کل نفس ذائقة الموت، همه نفس ها مزه و لذت مرگ میچشن. به یک معنا قرآن میخواد بگوید که آنچه که دروغ هست، آنچه که حقیقت نهایی نداره در تو میمیره، نفست میمیره. اما در هیچ جای قرآن، همینطور در کتاب انجیل، تورات، در هیچ کدام کتاب‌های ادیان نومده که مثلا گفته باشه که روحت میمیره. برای روح نه تولد مدره هست و نه مرگی. روح تو حقیقت توست. و به خاطر از اینکه این را بشناسی، اول باید اموراتی را بشناسی که نیستی، چیزهایی را بشناسی که نیستی، دروغهایی را بشناسی که در جان تو حقیقت نداره. اول اینا را بشناس، درک کن، بفهم که نیستی اینها، و آرام آرام آنچه که باقی خواهد ماند همان توی هستی که حقیقت داری، همان عبور کننده هست، همان مشاهدگر هست، همان چشنده هست که تمام دورانهای زندگی را چشیده، یا حداقل چند دوره زندگی را چشیده و بالاخره از این دنیا رحلت میکنه. انشالله در برنامه‌های بعدی حرفای بیشتری در این موارد خواهد گفتیم. فقط کافی است که بفهمین حقیقت شما روح شماست، همون آگاهی متعالی و رفیع، همون آگاهی برتر که نه میمیره و نه زنده میشه. به هر حال زنده میشه ولی در این دنیا، و از اول زنده بوده ولی اگه زنده شه فقط در این دنیا زنده میشه. و شناختی از طریق شناخت دل ممکن هست، فهم دل، درک باید کنی که چی نیستی و آرام آرام به حقیقت خویشتن پی ببری. تشکر از توجه شما. شاد و کامگار باشید انشالله.